ماشین رو من بخرم، خونه رو من بخرم، شغل خوبم من داشته باشم، بعد تو منت بذاری با کلی التماس تازه بیای تو رابطه. فقط تازه مهریه هم باید بدم. الان دقیقا آورده دختر تو رابطه چیه؟ الان دقیقا تو چی میاری تو رابطه؟ فقط چیز؟ یعنی چی؟ این حرف تمام مرد و سلام، بیراه هم نمیگن. خب خانومی که دنبال لقمه آماده میگرده ساختن بلد نیست. درود بر روح پاکه. من باید بلندشم ایستاده دست بزنم واسه اون دوران گذشت عزیزم، تموم شد. الان نه مهریه رو تایید میکنی، جاش تقسیط اموال، هر چی با هم در آوردیم نصف نصف تو زندگی، نه تایید میکنیم همه چی با مرده. اوکی، مرد وظیفه اصلیش تامین کردنه، ولی باید همپا داشته باشه، دنبال یه زنی بگرد، سواد داشته باشه، سواد زندگی، سواد عاطفی، تو روزای سختت بلد باشه باهات خوش بگذرونه، صبر کردن رو بلد باشه، ساختن رو بلد باشه. این زن که تو روزای سختی کنارته لایق روزای خوب و رفاقت هم هست.